در زمان صاحب استقلالی توجه، قدرشناسی سابقه‌داران ساحه و ارج و احترام به خدمت‌های آنها در انکشاف و پیشرفت جامعه از مهمترین رکن‌های سیاست پیشرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شمار می‌رود. با همین مقصد در مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف کنفرانس علمی عملی تحت عنوان خادم دولتی و سیاسی و متخصص ورزیده صنعت سبک تاجیکستان دایر گردید. در کنفرانس اهل علم و زیا، عالمان و پروفسوران و شاگردان و پیوندان مبینجان قیوموف اشتراک داشتند. ضمن سخن افتتاحی از خدمت‌های شایسته موصوف در رشد ساحه صنعت، آماده نمودن کادرهای جوان ابراز اندیشه کرده شد. ذکر یافت که صنعت‌کنانی با صورت کشور همچون هدف چهارم ملی برای تامین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل نوی جایهای کاری، بلند برداشتن اقتدار صادرات مملکت و رقابتناکی آن زمینه واقعی می‌گذارد. در زمان صاحب استقلالی بنیاد و به استفاده دادن کارخانه‌های صنعتی در رشد ساحه صنعت و صنعت‌کنانی کشورمان نقش ارزنده دارد. تهیه و تطبیق و عملی‌گردانی یک قطار برنامه و استراتژی‌ها از جمله برنامه صنعت‌کنانی با صورت جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2020-2025 امکان فراهم آورد که شماره کارخانه‌های صنعتی زیاد کرده شوند. در ادامه کنفرانس اشتراکداران در موضوع‌های مبینجان قیوموف متخصص ساحه صنعت و تکمیل دهنده روندهای قانونگذاری ملی، استفاده نیروی تشبثکارانه سابقه‌داران ساحه صنعت سبک در اندیشه و عمل مبینجان قیوموف معرضه نموده از سهم و نقش متخصص ورزیده ساحه صنعت سبک در بنیاد کارخانه‌های مشترک جوانی کابل تاجیک تکستایلز، تکستیل سیتی و ویتسیل ابراز نظر کردند. تاکید یافت که نامبرده در طول فعالیت مهنتیش در وظیفه‌های گوناگون از جمله مهندس تکنولوژ، سرمهندس فابریکه رساندگی و بافندگی، دیرکتور کارخانه مشترک ویتسیل و معاون رئیس ولایت سوخت عاید به صنعت انرژتیک و کمونیکاسیون به دولت و ملت صادقانه خدمت نموده است. عین حال در وظیفه نماینده جمعیت دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان با کشورهای خارجی در ولایت سوخت فعالیت داشته برای تحکیم دوستی خلقها و مخصوصا دوستی خلقهای تاجیک و ازبک سهم گذاشته ایستاده است. خدمت‌های ارزنده‌اش از جانب دولت و حکومت قدردانی گردیده با عنوان کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. سیحون حیدرزاده، شاعر مبینزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.